پشمام حاجی، این چه پورتال عجیبیه. بذار بریم ببینیم توش چه خبره. این چه صداییه دیگه؟ یا خدا، این یوتیوبرها اینجا چی کار میکنن؟ یعنی خبر خاصی حاجی؟ سلام بچه، چطورید؟ من ارمی هستم و به چنل خودتون خیلی خوش اومدید. از اونجایی که میدونید چند وقت تیمسار داره روی پروژه کار میکنه به اسم پستو. این پستو قراره یه SMP باشه با حضور 12 تا کانتنت کریتور و حالا شاید براتون عجیب باشه این چه تامنیلی بوده. خودم هم نمیدونم چرا همچین تامنیلی زدم. خلاصه آرین یه SMPیه که تیمسار اونو استارت زده، چند ماه داره روش کار میکنه و دیروز اولین ویدیو ازش اومد و یه سری توضیحاتو داد و امروز من قراره که به صورت کامل و با تمام جزئیات اونو بررسی کنم. بررسی اختصاصی اسکایلر. انصافا این SMP که زده خیلی خفنه و واقعا 12 تا از افراد خیلی خفن رو آورده و به نظر من این SMP قراره بترکونه. خب میریم تو یوتیوب و اینم از ویدیوی تیمسار راجع به SMP پستوه. حاجی اسکورپیو چه سیسی داره پشمو. سلام به روی ماهتون. ویدیوی جدید خوش اومدید. بالاخره بعد اسکایلر رقصان یه میم نیست، یه سبک زندگیه. 3 ماه تلاش و کوشش وقت این شد که مردی بیاد بشینه اینجا جلوی دوربین در مورد پروژه بسیار زیبا و البته سخت پستو باهاتون صحبت کنه. آقا بابا بذارید همینجا نگه دارم. حاجی اسمش اگه دقت کنی اسمش آنچنان منو جذب نکردش. البته من کی باشم که بخوام نظر، ولی حاجی جدی اسمش به نظر من اسمش ایده باحالی نبود. مثلا الان متاکرافت اگه نگاه کنی یه اسم خاص و جالب داشتش، ولی این یه کم اسمش غلط اندازه به نظر من. اسم حالا مهم نیست، ولی خب مثلا بنرش خیلی باحاله. اینجا نگاه کنین بنرشو خیلی هستن ولی اسمشو نه. از یه طرف دوستای بسیار خوبی پیدا کردم، کانتنت کریئتورای جدید باشون آشنا شدم. دقیقاً نقطه مقابلشم از یه سری از آدما خوردم که اصلا توقعشو نداشتم. ولی خب بذار من همینجا نگه دارم. من مطمئنم حاضرم باهاتون شرط ببندم منظور تیمسار AJ کینگه. نمیدونم چرا ولی خب اگه دقت کنین قدیم اینا با هم ویدیو خیلی میذاشتم، ولی الان هم توی اینستاگرام هم دیگه رو فالو کردن، هم از چنل دیسکورد هم دیگه رفتن بیرون. پس یعنی منظورش به کی میتونه باشه؟ حاشیه بیا درست کنی. تارگت من AJ کینگه. تارگت شما کیه؟ تو کامنت ها بنویسید. خب بذار بیا پایین ببینیم اعضا کیان. امین مکلن که ادمین سرورم هست و واقعا وقتی ایشون هستش یعنی کارش درسته. فینیکس کلا، مارتین کرافت، ناروتو، پیکسی فرناز. آقا من همینجا یه امتیاز منفی به تیمسار میدم. شوخی میکنم ولی آجی نگاه کن انصافا تیمسار افراد خیلی خفنی که SMP باز هستن و SMP دوست هستن رو انتخاب کرده و به نظر من این نکته مثبته و به نظر من واقعا میترکونه این SMP، چون همشون تقریبا کانتنت های SMP دارن و واقعا افراد SMP ان دیگه. یعنی انتخابش یعنی خدا 10 از 10 انتخابا. دور مندز یا خدا، دور مندز دیولپر سروره و وقتی دور مندز دیولپر سرور، من امین مکلن ادمین سرور، یعنی ببین چه خبره. گوگلی، ارفان تاکسیک، ایس بوی، ریبیتای و دنیز هم افراد دیگه این سرور است. و اینکه 12 تا ممبر داره به نظر من واقعا خیلی خوبه. مثل متاکپ 50 تا 60 تا پلیر نداره و این خلوتی به نظر من خیلی خوبه. اگه خیلی بیش از حد شلوغ باشه واقعا سرور به نظر من جذاب نمیشه. یه همچین اتفاقی میفته. خب ببینیم ادامه چه خبره. نهایتاً الی 3 ماه دیگه بیشتر نباشه، ولی 2-3 ماه به شدت پر کانتنت. امکان داره که این فکر رو شما بتونید عوض کنید. قطعا شما میتونید این فکر رو عوض کنین، چون ویو واقعا ویو خوبه. ویو مساوی پول مساوی انرژی مساوی ادامه SMP. این چرخه رو کامل براتون توضیح دادم. خب آجی بذار پایان سرور از همین الان براتون حدس بزنم. یه دراما بین 2 تا از پلیرهای سرور اتفاق میفته و تیمسار هم وارد اون دراما میشه و SMP تموم میشه و اونم یکی از بزرگترین دراماهای تاریخ کامیونیتی فارسی یوتیوب خواهد بود و ایران هواشی این وسط فقط سود میبره. هدفش هم دایمنده. ببینید متوجه میشید این سرور رو حالت هاردکوره، اما نه هاردکور معمولی. داستانی برای خودش داره. یه خط داستانی خیلی ملایم توی سرور داریم که با دیدن ویدیوهای مختلف از بچه‌ها و جلو رفتن توی این سرور همینطوری بیشتر و بیشتر باهاش آشنا میشید. هر کسی که توی این سرور هست یک رول خاصی از قبل بهش داده شده. بعد از چند تا ویدیو که از توی چنل بچه‌ها در میاد، هر کدوم از ما نسبت به رولی که داریم یک ابیلیتی خاصی داریم که این ابیلیتی ها یه تایمی داره که ما میتونیم فعالشون کنیم. توی اون تایمی که ابیلیتی فعاله یه نکته منفی روی ما میفته، یه نکته مثبت، که این ابیلیتی ها به شدت این سری رو قرار خنده‌دارش کنه و اینکه در کنار گیم پلی های خیلی باحال
رول پلیای خیلی خفن قراره توی این سرور ببینیم. دیگه بیشتر از این نمیتونم بهتون در موردش بگم، باید تحمل کنید. خب بذار من اینجا دقیقه نگه دارم. این که گفتش یه سری ابیلیتی و نکات مثبت و منفی است، ببینید اینجا کار دورمندزه، یعنی هیچ شکی توش نیست، پشت پرده این داستان دورمندز بوده. ببین حاجی، نمیدونم واقعا منظور تیمسار چیه و چه جوری قرار باشه این نکات مثبت و منفی و ابیلیتی و اینا، ولی خب به نظر من این منو آنچنان جذب نکردش. نه نمیدونم واقعا چرا. SMP وقتی میگیم بعد SMP باشه و رول پلی باشه و به نظر من اینکه ابیلیتی باشه به نظر جالب نمیتونه باشه، یا مگر اینکه من منظور تیمسار رو خوب برداشت نکردم که احتمالاً همینطوره. حالا بعد ببینیم که چه خبره. اگه اون چیزی که من فکر میکنم نباشه واقعا خیلی خفن میشه. و اینکه گفتش هاردکور خیلی باحاله، یه SMP هاردکور بخواد طرف بزنه خیلی به نظر من جذاب میتونه باشه. خلاصه اینم بود از این ویدیو. شاید براتون سوال پیش بیاد که هدف این ویدیو چی بود. هدف این ویدیو ویو بود. شوخی میکنم، شاید شوخی نمیکنه. خلاصه بهتون میخوام بگم که تیمسار یوتیوبر مورد علاقه منه، اگه نمیدونستید بدونید. و همونقدر که اسپی رونالدو رو دوست داره، منم همونقدر تیمسار رو واقعا دوست دارم، ولی خب بدون اون وحشی بازی‌ها. خلاصه آره، ویدیو تیمسار رو کامل ببینید. اگه اشتباه نکنم فردا تریلر میاد، سه‌شنبه ویدیو بچه‌ها میاد. من صرفا نقد کردم سرور رو و یه بررسی اختصاصی داشتم از سرور. داشتم راجع به تیمسار میگفتم. اگه دوست داشتین اینجا رکورد کنید، بعداً در آینده ازش ادیت بسازید. من یه روز اگه شده حتی تا ایتالیا میرم که تیمسار مردی رو از نزدیک زیارت کنم. حتما این کارو یه روز میکنم. حالا نگاه کنید. و خلاصه این که تیمسار گفتش که حتی میتونیم وارد سرورم بشیم افراد عادی، خیلی خفنه. من حتی اگه بتونم برم تو سرور حتما یه ویدیو ازش میسازم. بله پارت دوم این ویدیو. خلاصه اینم بود از این ویدیو. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کن و سابسکرایب فراموش نشه. حتما این ویدیو بعد دوستاتونم بفرستین و تا ویدیو بعدی بوس تو کلتون.